دختر 24 ساله مشهدی که تیر ماه 404 ناپدید شده بود. وقتی پیداش کردن چشمش تخلیه شده، بدنش از وسط شکافته شده بود و همه جای بدنش جراحات عمیقی وجود داشت. برای فهمیدن جزئیات این پرونده تا انتهای ویدیو همراه من باشید. اواسط تابستون 1404 درست همون ساعات اولیه صبح که ادارات تازه شروع به کار کرده بودن، یه خانواده نگران خودشونو به کلانتری مشهد رسوندن. پدر خانواده با صدایی لرزون از افسر نگهبان پرسید برای اعلام مفقودی چه کار باید بکنن. چند دقیقه بعد همگی به اتاق افسر کشیک هدایت شدن تا ماجرا رو تعریف کنن. پدر توضیح داد که هانیه دخترشون 2 روزه که هیچ خبری ازش نیست. گفت هانیه همیشه با دوستاش بیرون میرفت ولی هیچ وقت نشده بود دیر برگرده. 2 روز پیش گفت میخواد بره کافی شاپ همیشگیشون. حتی زودتر از خونه رفت بیرون. بهش تذکر دادم زود بیا. شب هرچی منتظر شدیم نیومد. گوشیش هم خاموش بود. خانواده وقتی جواب تلفن‌های هانیه رو نگرفتن به دوستاش زنگ زدن. یکی از همگروهی‌هاش گفته بود شاید با بچه‌ها برای گردش اطراف مشهد رفته باشن و احتمالاً گوشی شارژ نداشته. همین باعث شده بود خانواده کمی آروم بشن، اما تا صبح هیچ خبری نشد. به فامیل، همسایه‌ها و هر کسی که احتمال می‌دادن زنگ زدن، اما همه بی اطلاع بودن. افسر پرونده ازشون خواست دقیقاً ساعت خروج هانیه از خونه و مکانهایی که ممکنه رفته باشه رو ثبت کنن و تاکید کرد هر اطلاعات تازه‌ای فوراً به پلیس اطلاع داده بشه. بعد هم مشخصات ظاهری و عکس هانیه ضمیمه پرونده شد و بررسی اولیه شروع شد. اولین قدم پلیس احضار دلارام، دوست نزدیک هانیه بود، همون کسی که خانواده باهاش تماس گرفته بودن. دلارام گفت حدود 1 هفته از هانیه رو ندیدم. قرار بود با هم بریم بیرون ولی خودش قرار رو کنسل کرد و گفت نمیتونه. چند روز پیش هم توی گروه تلگرام راجع به یه سفر کوتاه گپ میزدیم، اما معلوم نبود کی قراره بره. وقتی خانوادش زنگ زدن من واقعا ازش بیخبر بودم. فقط حدس زدم شاید با بچه‌ها رفته باشن گردش. پلیس بعد از ثبت اظهارات دلارام بقیه دوستای هانیه رو هم احضار کرد، اما نتیجه غافلگیر کننده بود. هیچ کدوم از اونها نه خبری از هانیه داشتن و نه اون روز همراهش بودن. قدم بعدی بررسی کافی شاپی بود که هانیه گفته بود میره اونجا. مامورها اونجا رو چک کردن و متوجه شدن که هانیه و هیچ کدوم از دوستاش در 1 هفته اخیر به اون کافه نرفتن. این موضوع با حرفای دلارام هم جور در می اومد. هانیه قرارشون رو کنسل کرده بود. در این مرحله مشخص شد هانیه به خانوادش گفته میره کافه، اما واقعا مقصدش چیز دیگه ای بوده. از طرفی هیچ سرنخی وجود نداشت که اون روز کجا رفته. پرونده هنوز در مرحله فقدانی بود، اما قطع شدن ارتباط، خاموش بودن گوشی و نبودن هیچ نشونه‌ای باعث شد پلیس سراغ آخرین آنتندهی گوشی هانیه بره. با مجوز بازپرس و همکاری مخابرات موقعیت آخرین سیگنال گوشی مشخص شد. 1 ویلا در منطقه بوژان نیشابور. آگاهی مشهد با نیروی انتظامی نیشابور هماهنگ کرد. ماموران فوراً به ویلا اعزام شدند. با ورود قانونی به ویلا مشخص شد هانیه اونجا نیست، اما وقتی عکسش رو به صاحب ویلا نشون دادن اون گفت 3-4 روز پیش این دختر همراه یه پسر اومدن اینجا، پول اجاره رو دادن، چند ساعتی موندن، اما حوالی 2 بامداد ویلا رو تحویل دادن و رفتن. پلیس پرسید هنگام خروج واکنشی دیده یا چیزی شنیده؟ صاحب ویلا گفت وقتی زنگ زدن گفتن میخوان تحویل بدن سریع رفتم. ماشینشون جلوی ویلا روشن بود، فقط اون آقا پیاده شد، کلید رو داد و سریع رفتن. چون تاریک بود چیزی ندیدم. صاحب ویلا در آخرین توضیحش به مامورا میگه شیشه های ماشین دودی بود، نتونستم ببینم دختر همراهش بود یا نه. حتی وقتی رفتم داخل ویلا برای تحویل اون آقا با هم نیومد، فقط کلیدو داد و سریع رفت. چیز مشکوکی هم داخل خونه ندیدم. این اطلاعات برای پلیس ارزشمند بود، ثابت میکرد هانیه روز مفقودی واقعا به اون ویلا رفته.
اما چون ویلا بدون ثبت هویت و خارج از سایت‌های معتبر اجاره شده بود، تشخیص اینکه اون مرد چه کسی بوده کار راحتی نبود. فقط یه سرنخ وجود داشت: شماره تماس آخرین مشتری. شماره برای بررسی به آگاهی نیشابور ارسال میشه و همزمان پلیس مشهد دوباره پدر و مادر هانیه رو به آگاهی فرا میخونه تا ببینه آیا این شماره براشون آشناست یا نه. خانواده کلاً شوکه میشن، میگن هیچ آشنایی رو در نیشابور ندارن و این شماره رو هم نمیشناسن. اما چند ساعت بعد مادر هانیه تنها و مضطرب برمیگرده. میگه اطلاعات مهمی داره که از ترس شوهرش نتونسته روز اول بگه. اطلاعاتی که شاید مسیر پرونده رو از همون ابتدا عوض میکرد. اون میگه هانیه با پسری آشنا شده بود، اسمش دانیال بود. من از رابطه‌شون خبر داشتم، پسر بدی نبود. 1-2 بار دیده بودمش. روز مفقودی هم خودش گفت دانیال گفته بریم طبیعت، 1 ساعتی قدم بزنیم. من مخالفت کردم اما دخترم اصرار کرد. چون دانیال رو میشناختم قبول کردم. ولی وقتی شب شد و برنگشت ترسیدم این موضوع رو به شوهرم یا پلیس بگم. پلیس اطلاعات دانیال، شماره تماس، نشانی خونه رو ثبت میکنه و با بررسی پلاک ماشینش مشخص میشه همون شماره‌ای که صاحب ویلا داده بود شماره دانیال بوده. یعنی هانیه با دوست پسرش رفته ویلا، نه با دوستاش. تیم نیشابور شروع به رصد مسیر حرکت ماشین دانیال میکنه. دوربین ها نشون میدن ماشین از نیشابور خارج شده، به سمت سبزوار و بعد تهران رفته و نهایتاً آخرین سیگنال موبایلش در محدوده مرزی جلفا ثبت شده. چند ساعت بعد هم گوشی خاموش شده. این اطلاعات حیاتی پلیس رو مطمئن میکنه که دانیال تنها فردیه که میتونه پاسخ بده هانیه الان کجاست. همین زمان گزارش حیاتی به آگاهی رسید. دانیال به خونه خودش برگشته. تیم عملیات بدون سر و صدا وارد آپارتمان میشه و دانیال رو قبل از هر گونه تماس یا فرصت فرار دستگیر میکنه. در بازجویی اول دانیال انکار میکنه. میگه من هانیه رو چند ماه ندیدم. با هم قهریم. اون با پسرای دیگه هم میپرید. اصلا خبر ندارم از گم شدنش. اما وقتی مدارک جلوی صورتش گذاشته میشه، حضورش در ویلا، دوربین‌های جاده‌ای، آخرین آنتندهی موبایل‌ها و فشارهای روانی باعث میشه اعتراف کنه. اون میگه اولین بار تو جمع دوستان مشترکمون با هانیه آشنا شدم. روابطمون عاشقانه شد. اون به من اعتماد کامل داشت، منم به اون اعتماد داشتم. ولی چند وقت اخیر شک کرده بودم که با یه نفر دیگه رابطه داره. دانیال توضیح میده که چطور برای مطمئن شدن به هانیه کلید خونش رو داده و در ظاهر به سفر رفته، اما در حقیقت اطراف خونه کمین کرده. به گفته خودش ظهر همون روز دیده که هانیه با یه پسر جوان وارد خونه اون شده. پشت در رفته و شنیده که چه اتفاقاتی داره میفته و همین باعث خشم شدید و تصمیم خطرناک اون شده. اون میگه انتقام میخواستم ولی طوری که برای خودم دردسر نشه. فرداش بهش پیام دادم برمیگردم. بردمش ویلا، تو آب میوه‌اش مواد بیهوشی ریختم. دانیال اعتراف میکنه هانیه رو بیهوش کرده. چندین بار در مسیر دارو تزریق کرده و طبق گفته یکی از دوستانش در شمال غرب کشور اون رو به جلفا برده تا تحویل یک باند قاچاق انسان بده. باندی که حاضر بوده 10 میلیارد تومان در ازای تحویل یک دختر جوان پرداخت کنه. پول هم از طریق ارز دیجیتال به کیف پول دانیال واریز شده. اون میگه تو دلم گفتم اینجوری خرجایی که براش کرده بودم هم در میاد. سپس میگه فکر نمی کردم قاچاقچی اعضا باشن. حالا پشیمونم. هر چی بدونم میگم، فقط هانیه پیدا بشه. با ثبت این اعترافات پلیس دکل‌های مخابراتی، دوربین‌های مرزی و مسیر حرکت دانیال رو بررسی میکنه و با تایید بازپرس درخواست همکاری بین‌المللی به اینترپل ارسال میشه.
چند روز بعد پلیس گرجستان گزارشی صادر میکنه. جسد یک دختر جوان در حاشیه منطقه صنعتی یکی از شهرهای مرزی این کشور با ارمنستان کشف شده. وضعیت جسد نشون میداد که قربانی قبل از مرگ تحت فشار، آسیب شدید و شکنجه بوده. چشمای جسد تخلیه شده بود. بدنش به طرز هولناکی متلاشی به نظر می رسید و جراحات عمیقی در ناحیه شکم و قفسه سینه دیده می شد. انگار قاتلان با قصد و برنامه بدن این دختر رو مثل یه پازل تیکه تیکه کرده بودند. طبق گزارش اولیه هیچ مدرک هویتی در محل کشف نشده بود و ویژگی‌های ظاهری جسد هم با شهروندان بومی منطقه تطابق نداشت. همین موضوع باعث شد پرونده فوراً از طریق اینترپل به ایران اطلاع داده بشه. با مقایسه مشخصات فیزیکی و یافته‌های اولیه پزشکی قانونی گرجستان با اطلاعاتی که ایران ارسال کرده بود، احتمال اینکه جسد متعلق به هانیه باشه بسیار بالا رفت. وقتی جنازه به پزشکی قانونی گرجستان منتقل شد، کاملا مشخص بود که شناسایی چشمی امکان پذیر نیست. بنابراین مراحل تخصصی شناسایی آغاز شد. از خانواده هانیه در ایران نمونه DNA گرفته و همزمان تیم پزشکی گرجستان نمونه‌هایی از استخوان و دندان جسد برداشتند تا ضریب خطا تقریباً صفر بشه. سوابق دندان پزشکی هانیه و هر نشانه پزشکی مرتبط نیز برای مقایسه ارسال شد. در نهایت نتیجه آزمایشات ژنتیکی و مطابقت پرشدگی چند دندان با پرونده دندان پزشکی اون نشون داد که جسد کشف شده در شهر مرزی گرجستان بدون هیچ تردیدی متعلق به هانیه، دختر 24 ساله مشهدیه. گزارش مشترک پزشک قانونی بین دو کشور تنظیم شد و از اون لحظه پرونده رسما از مفقودی به قتل و قاچاق اعضای بدن انسان تغییر عنوان داد. در حال حاضر مراجع قضایی ایران روی شناسایی دوستان دانیال و تمام افرادی که در این زنجیره نقش داشتن کار میکنن. اسامی، شماره‌ها، تراکنش‌های مالی، مسیرهای رفت و آمد از مرزها تک تک زیر ذره‌بین قرار گرفته. کشورهای همسایه که احتمال میره این باند از مرزهای اونها عبور کرده باشه نیز در جریان قرار گرفتن و همکاری قضایی در حال شکل گیریه. پرونده هنوز بسته نشده و پیگیری‌ها ادامه داره. هدف روشن: رسیدن به اعضای اصلی باند، رابطه‌ها و هر کسی که در این جنایت فجیع سهم داشته. دوستان، نظر شما چیه؟ آیا در روابط پیچیده و پرتنش امروز میتوان به دانیال حق داد که بعد از مواجهه با چنین خیانتی این چنین دست به چنین جنایتی بزنه؟ یا هیچ خیانتی نمیتونه توجیه کننده این میزان از خشونت باشه؟ خوشحال میشم دیدگاهتون رو درباره این پرونده در بخش نظرات برام بنویسید و اگه این ویدیو براتون جالب بود لطفاً لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا پرونده بعدی.